خب سلام بچه ها، هفته خوبی داشته باشین. امروز برگشتیم باز به اسکرچ کردن 5 تا کارت جدید. اسم این کارت ها ماسیه، هر کدومش 2 یورویه. 10 یورو هزینه کردیم، ببینیم چقدر برنده میشیم. تو بهترین حالت 20,000 یورو. ترتیبش هم اینه: 3 تا برنده 20,000 تایی داره، 70 تا برنده 1000 یورویی داره، 1000 تا برنده 100 یورویی، همینجوری میاد پایین. بعد از اونجایی که من خرافاتی هم از چند تا مغازه مختلف کارت رو گرفتم، به ترتیب شماره سریاله رو شیدم. شماره 7، شماره 29، شماره 30، 31، 50 از چند تا مغازه مختلف. ببینیم چی میشه. آماده 1 2 3. اینم که سکه بخت و خوش شانسی منه، عکس گوزن شمالی روشه. شروع میکنیم با شماره 7. برو بریم. تو این بازی عددی که از بالا میتراشیم اینجا 19. بعد از این 5 تا یکیش 19 در بیاد و بعد عددی که زیرش برنده شده. خب عدد 27، عدد 17، عدد 14، عدد 20، عدد 29. حالا زیرش چیزاشو میشماریم، جایزه هاشو. زیر این 20,000 تایی بود، زیر این 14,000 تا بود، زیر 17 5، زیر 27. خب تو اولی چیزی برنده نشدیم. ببینیم با هم عدد 19 27 هیچ. خب اینو میذاریم که میریم سراغ کارت شماره 2. کارت شماره 2 اینو بذار من اینجا تمیز کنم. کثیف شد. خب بریم اینو باز کنیم. شماره 29 رو باز کنیم. اول عددش رو بتراشیم. عددش 14. عددش 14. ببینیم با هم دیگه. خب شماره 20. شماره 14. خب فکر کنم برنده شدیم یه چیزی. حالا چقدرش طاقت ندارم، ولی بذارید با هم دیگه. خب ما تا اینجا برنده شدیم. 14 2 یورو. 2 یورو بودیم. نمیشه جایی این دوتا با هم فرق میکرد. این 20,000 تا اینجا میبود واقعا چی میشد. خب خوشحالی داریم. هزینه یک کارت اون در مون، چون هزینه هر یک کارت 2 یورو. خب ما اینجا 2 یورو بردیم. عدد 14 اینجا، عدد 14 جایزه‌ای که زیرش هست 2 یورو. خب مبارک باشه. یه 2 یورو اینجا داشته باشیم. الان حساب بریم سراغ کارت شماره 30. حالا میخوام این کارت رو باز کنم. این کارت رو میخوام باز کنم. سکه شانس رو برمی‌داریم. عدد بالا رو میتراشیم. عدد بالا عدد 26. عدد بالا عدد 26. خب بیایم پایین. 26 بچه ها، انگار که خیلی خوبه. خب الان جایزش ولی یه 26 دیگه باده. 2 تا 26 مثل که لحظات خوبی پیش رو خواهیم داشت. هفته رویایی میشه که عدد خوب زیر این 2 تا 26 بشه. واقعا نمیدونم، دستام میلرزه این 2 تا 26 رو بخوام باز کنم ببینم چه عددی زیرشه. واقعا کاش که عدد خوب و زیاد زیرش بشه. میتراشیم. 5 یورو خوبه. 5 یورو هم خوبه. یه 5 یوروی دیگه. یه 5 یورو 10 یورو تا الان پول تمام این کارتایی که امروز بازی کردیم در اومد. ولی ای کاش که این 1000 یوروه زیر یکی از اینا بود. ای کاش که این 1000 یوروه. ای کاش که این 20,000 یوروه. ای کاش که یکی از این رو نکنید. عدد 26 دوبارم 26 داشتیم. 2 تا 5 تا. کاش که این 1000 اینجا بود یا این 20,000 یکی از اینجا. حالا بازم بد نیست. تا اینجا ما چقدر برنده شدیم؟ تا اینجا ما این 2 تا کارت ما یه 14 2 یورو، یه 26 5 یورو، تا اینجا 12 یورو بردیم. یعنی 2 یورو سود کردیم. ما کل هزینه کارت هامون 10 یورو بود. الان ما 12 یورو کشبک کردیم. خب بریم 2 تا کارت دیگه هنوز داریم. خوشحالی اینجاست. 2 تا کارت دیگه هنوز داریم. میریم کارت شماره 31. کارت شماره 31 رو باز کنیم. انگار جواب دادین خرافاتی بودن از جای مختلف کارت خریدن. خب بریم باز کنیم. عددش عدد 28. عدد 28. اینجا هم داره باد میاد. همه چیز ما رو داره باد میبره. خب عدد 28 بریم از اینجا بتراشیم. عدد 26 نه. عدد 15 نه. عدد 30 نه. عدد 27 یکی کم. عدد 27. عدد 5. خب اینجام که
حیف شده یه دونه از این 20,000 تایی زیر این نیست. جشن و شادی برقرار کنیم، پایکوبی بکنیم. خب تو این چیزی برنده نشدیم بچه. بذار یه تمیزش کنم با هم ببینیم. خب عدد 28 26 با 1000 تا بوده. نزدیکترین بعدی ما 27 بوده با 100 یورو. حیف شد واقعا حیف شد این کارت نداشتیم. و بریم سراغ آخرین کارت ما. عدد مقدس 50. عدد مقدس 50. من اینجا رو تمیز کنم. خب میریم که عدد 50 رو بازی کنیم با هم دیگه. امیدوارم یه جایزه خوب زیر این عدد 50 باشه. آماده اول بتراشیم. عدد 01 نمبر 1 01 نمبر 1. امیدوارم جایزت هم نمبر 1 باشه. 3 2 1 4. یعنی میشه یک باشه. امیدوارم یک باشه. خیلی بدشانس بودی. به این میگم بدشانسی محض. اینجا رو ببین 2 تا 20,000 تا داشتیم. مثلا من تمیز کنم اینو. بذار من اینجا تمیز کنم. نگاه کنید عدد 3 اومد، 2 اومد، 4 اومد، ولی 1 نیومد. بعد 2 تا 20,000 تا. خیلی نزدیک بود. پس نتیجه میگیریم. عدد سکه شانس هم کو. این سکه شانس ما. خب این بذاریم اینجا. ما 5 تا کارت داشتیم. این 2 یورو برنده شدیم. اینجا 10 یورو برنده شدیم. 12 یورو. اینجا ها تو این سه تا چیزی برنده شدیم. پس این 2 تا کارت برنده ما. پول کارت در اومد. 2 یورو هم سود کردیم. مبارکمون باشه. تا اسکرچ بعدی میبینمتون. بای بای.